سلام، من بهسای کارگری هستم. من 10 سالمه، اهل گرگان هستم. با سرطان کرونا به دنیا آمدم. من با کلی مشکلاتی، بینایی، شنوایی و عملهایی که خیلی سنگین بود کردم و خیلی صبور بودم. به خاطر همینم من میخوام به تو یه چیز بگم. اگه تو هم تو چند تا از چیزایی که فکر میکنی خیلی واسه سخته یا شرایطی داری که خیلی واسه سخته، فقط باید قوی باشی. فقط باید توکل به خدا بکنی. من خیلی عملهای سنگینی کرده بودم و این عملی که الان من انجام دادم خیلی واقعا دردناکه، ولی یه دختر قوی باید، یه دختر 10 ساله باید خیلی صبور و قوی باشه. و تازه من با کلی از مثلا من خیلی چند بار سرم عمل کردم، چند بار چشمام عمل کردم، بعضی ها اصلا چشمام به دوباره گرفتن درستش نمیتونه انجام ندادن، بدترش کردن چشمای منو. و الان مردمی که به من اشاره میکردن، ببخشید خیلی ببخشید اگه شما در این ویدیو رو نگاه میکنید، هیچ موقع نباید بچه‌ها یا اون کسایی که مریض هستن رو مسخره کنید. مثل الان من، ولی که مثلا مریض هستم و نباید شما مسخره‌شون کنید، هر کسی رو. حالا به خاطر همینم هر کسی که هر شرایطی داشته باشه باید پشتش باشید، بهش عمل کنید، دلداریش بدید. وقتی که نه اشاره کنید بگید چرا اینجوری شده. به خاطر همینم منم میخوام بهت این رو بگم که تو همیشه باید خیلی قوی باشی، خیلی مثل من، صبور، قوی، خیلی باید خوب باشی. هر چیزی که فکرشو بکنی از همه بهتره که خوب یادش بگیری. از کلن وقتی که الان من خودم تو خیابون مثلا میرم، چند نفر از بچه ها شاید مثلا نگام بکنم، اصلا مهم نیست. یکم بزرگتر بشم خودم متوجه میشم که اینا که من داشتم مسخره میکردم، ولی که بزرگتری بشم واسه خودم یک دختری لاغا، یه دختر قوی صبور باشم. واسه من الان اصلا مهم نیست کسی به مسخره‌ام کنه. هر کس هم نگاه کنه من فکر میکنم خیلی خوشگل هستم، به خاطر این دارم من نگاه میکنم. و شما هم یادتون باشه که هیچ وقت کسایی که نمیشناسین رو هیچ وقت مسخره نکنه. اصلا آشنا باشه، نگید چشاش اینجوریه، چرا لاشه لباس، چرا اینجوریه. هیچ وقت نباید این حرفا رو بزنید. خیلی دوستتون دارم. بریم در این موضوعی که الان شما فکر کنم بعضی از شماها یه سوال بپرسید چرا این دستگاه رو صورت منه. این به لطف دکتر پارسای بهلیا شده، خدا رو شکر که سر راه ما بود و این دستگاه رو گذاشت که چیکار میکنه این دستگاه؟ فک منو میاره جلو و چشمامو بهتر میکنه. عکسای قبلی رو که نگاه کنید داخل های یکی از چیزام کلا میبینید که چه تغییراتی کردم. خیلی ازش ممنونم. انشالله که هرچی از خدا میخواد بهش بده و منم واقعا خیلی خوشحال شدم که به اون چهره‌ای که دلم میخواست رسیدم و باید همیشه صبور و قوی باشم. و تازه من چرا الان از این به بعد، چون گفتم یه گروهی واسه خودم خیلی دوست داشتم آرزوم برآورده بشه، الانم واقعا برآورده شد که من خیلی دوست داشتم که بیام داخل یوتیوب یکم فعالیت‌های داشته باشم. درسته تو این حساب هستم، ولی خب به این حساب درسته خیلی فالوور دارم. دوست دارم که داخل این یوتیوب بیشتر با شما آشنا بشم. اونایی که تازه داخل پیج من اومدن بیشتر باشون آشنا بشم. پس من این دفعه داخل یوتیوب برنامه دارم. من که هنوز نمیدونم تو یوتیوب میخوام چه کارا بکنم، ولی شما تو کامنت ها بگید که مثلا چیز که با تو بیشتر آشنا بشم. و این که چون که من نمیدونم هنوز میخوام داخل یوتیوب چه کار کنم و 3 تا از بهترین همکارای عزیزم دستشون درد نکنه که سر راه ما بودن و این که قراره ببینیم که چی میشه. پس منتظر این چیزایی هم باشید و تو کامنت ها واسه هم بنویسید. خیلی دوستتون دارم. این دستگاه رو صورتمه
و این مایک بیاد میشه 6 ماه، ولی باید خیلی صبور باشم. و یه چیز دیگه که بکنم 1-2-3 ماهی نه 1 ماه دیگه تولدم و میدونم که اگه این دستگاه رو بردارم چهرم از اون چیزی که فکر میکنی خیلی خوشگل در بشه. و این که من اینو نمیخوام بهت بگم، برو داخل پست های قبلی من نگاه کن ببین که چه چیزی به این روز اومده و این که ببینید که ما چه کار میخوایم بکنیم در این ویدیوها، بریم ببینیم که چی میشه. من یه برادر بزرگتر دارم و اون الان دوره راهنمایی 8م و این که من امسال غیر حضوری درس میخونم. خیلی ناراحت هستم. به سالهای قبلی میرفتم مدرسه خوشحال، ولی الان چون نمیرم خیلی ناراحتم و غیر حضوری درس میخونم و امم نداره. میتونم سال بعدم درس بخونم، ولی من چون دوست ندارم عقب بمونم، مثلا خانواده‌ام میگفتن تو نرو مدرسه، نمیتونم از 1 سال بعد باز بشم 4م. الان من کلاس 4م هستم و انشالله که تو کارم هم خیلی موفق باشم و واسه شما هم انشالله که کار خیلی خوبی در نظر داشته باشید و یه انرژی خیلی خوب ازم بگیرید و قراره یه پستای خیلی خفن بذارم که شما مثلا اگه حالتون بد بود حالتون خیلی بهتر بشه و هیچ وقت ناامید نشید. ما بابا و داداشم و خودم با هم زندگی 4 نفر زندگی میکنیم و این که ما کلن خیلی ازشون ممنونم بابت این همه خوبی که به من کردن، این همه سر همه که واسه من خرج کردن، دستشون درد نکنه. و اینکه من خودم الان داخل اینستاگرام فعالیت میکردم، الان ایشالله میام داخل یوتیوب فعالیت میکنم. نمیدونم هنوز میخوام چی کارم بکنم و شما منتظر اینم باشید. من آرزوها میخوام چند تا از آرزوها بگم، شما هم دعا کنید که به آرزوم برسم. من دوست دارم زودتر خوب بشم و یه آرزویی که اصلا خوب شدنم اشکالی هم نداره. خیلی دوست دارم که دکتر فک و صورت بشم. خیلی از این دوست دارم و دوست دارم خیلی خیلی درس بخونم تا دکتر بشم و امیدوارم که به آرزوم برسم. واسه شما هم آرزوی موفقیت میکنم. من الان میدونید که من دارم خیلی کلاس خواهی میکنم. این یه نقاشی الماسیه که من قرار دارم کاملش میکنم. خیلی قشنگه، حوصله‌ام اصلا سر نمیره و من بیشتر چون که من خودم بلاگر هستم، زیاد داخل گوشی هستم، ولی باز دیگه اینا چون دارم دیگه زیاد سر گوشی نمیرم و این خیلی خوبه. من الان واقعا مثلا چند تا چیز داره، یه دونه داره که من الان 2 تا داشتم، یه دونه داره، یه دونه ظرف داره، کلی هم نگین داره، روش هم 1-2-3 این چیزا می‌نویسه و بعد شما کاملش کنید و کامل که شد میتونید قشنگ به دیوارهای خونتون بزنید. ببخشید که من نمیتونم کامنت زیاد جواب بدم به خاطری که دکتر به من گفته که زیاد نباید سر تو گوشی باشه، به خاطر همینم ببخشید. ولی چند تا از همکارای عزیزم قراره که تو یوتیوب توی پارت های بعدی قراره که کامنت رو بخونیم و شما منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. این اولین ویدیویی که من تو یوتیوب گذاشتم. امیدوارم که مثل اینستاگرام زیاد فالوور بگیرم و اینکه انشالله که دیده بشم و به آرزوم برسم. پس شما منو لایک و فالو بکنید و برید که تو پست های قبلی یه دونه از اون پست های اینستاگرام منو نگاه کنید که ببینید این چهره من به این چهره‌ای که قرار بذارم چجوریه.
خیلی دوستتون دارم. باش به کلتون. خدا نگهدار.